میکروکتاب فرمولی برای به انجام رساندن کارها. فرمول برنامه ریزی. نویسنده دیمون زاهاریادس. درباره کتاب. برنامه‌ریزی یکی از دشوارترین و در عین حال مهمترین کارهایی است که هر کسی باید در زندگی اجرا کند. افراد با استفاده از برنامه‌های مختلف سعی می‌کنند قدمی برای برنامه‌ریزی وظایف خود بردارند، اما معمولاً با شکست مواجه می‌شوند. همه ما تجربه برنامه‌ریزی‌هایی را داشتیم که کمتر از چند ساعت عمر داشتند و خیلی زود از آنها خسته شدیم و کنار گذاشتیم. میکروکتاب فرمولی برای به انجام رساندن کارها به شما کمک می‌کند که سیستمی مخصوص به خود طراحی کنید تا بتوانید با انجام کارها و وظایف مهم به اهداف خود برسید و در زندگی احساس رضایت بیشتری داشته باشید. درباره نویسنده. دیمون زاهاریادس کارشناس بهره‌وری و توسعه شخصی است. او سالهای زیادی در شرکت‌های مختلف فعالیت کرده، اما حالا آژانس بازاریابی محتوای خود را دارد و به دیگران کمک می‌کند تا بهره‌وری خود را افزایش دهند. کتاب‌های زاهاریادس در زمینه بهره‌وری، توسعه شخصی و سبک زندگی نوشته شده‌اند و عنوان پرفروش‌ترین‌های آمازون را به خود اختصاص داده‌اند. مقدمه. فهرست کارها از جمله مهمترین و ساده ترین روش‌ها برای برنامه‌ریزی روزانه است که توسط بیشتر افراد مورد استفاده قرار می‌گیره. اما این سیستم برنامه‌ریزی معمولاً افراد رو ناامید می‌کنه و اونا نمیتونن به خوبی برنامه روزانه خودشون رو اجرا کنن. یادتون باشه که نباید به خاطر شکست در برنامه‌ریزی خودتون رو ناراحت کنید. چرا که این موضوع تنها تقصیر شما نیست. همه افراد در زمینه برنامه‌ریزی آموزش‌های دقیقی نمی‌بینن. همچنین برنامه‌ریزی در مدارس هم به ندرت آموزش داده میشه. به همین دلیل وقتی ما وارد مرحله جدی‌تری تو زندگی خودمون میشیم و به دنبال کار و درآمد میریم، متاسفانه رویکرد ضعیفی از خودمون نشون میدیم و نمیتونیم در انجام وظایف موفق عمل کنیم. همچنین به دلیل اینکه آموزش کافی دریافت نکردیم، از شیوه مدیریت وظیفه برای انجام کارامون استفاده می‌کنیم. این موضوع باعث میشه توانایی لازم برای انجام کارامون رو از دست بدیم. این حالت به نام پارادوکس بازدهی شناخته میشه. این وضعیت باعث به وجود اومدن نتایج وحشتناکی میشه. وقتی استراتژی اصولی برای مدیریت کارا نداشته باشیم، کنترل روزامون رو از دست میدیم و وقتی این اتفاق رخ میده دچار استرس میشیم. در همین بین متوجه میشیم که وظایف جدیدی به وظایف قبلیمون اضافه شده که باید اونا رو انجام بدیم. فهرست ما طولانی میشه و ما به دلیل اینکه هنوز وظایف قبلی رو انجام ندادیم دچار سردرگمی میشیم. متاسفانه زندگی میلیون‌ها انسان روی زمین به همین شکل میگذره. همین موضوع باعث شد تا من این کتابو بنویسم تا شما بتونید کاراتونو به خوبی مدیریت کنید و استرس رو از بین ببرید. وقتی در حال شنیدن این میکروکتاب هستید، احتمالاً زیر کوهی از کارها و وظایفی که حیاتی هستن حبس شدید. پس باید این کتابو بشنوید تا تغییری در وضعیت برنامه‌ریزی خودتون ایجاد کنید و از دیگران جلو بزنید. البته یه سیستم برنامه‌ریزی واحد نمیتونه برای همه مناسب باشه. بعضیا در اجرای یه سیستم شکست میخورن و بعضیا هم به پیروزی میرسن. توی این میکروکتاب چند نوع سیستم برنامه‌ریزی رو با همدیگه مقایسه خواهیم کرد و در نهایت بهترین سیستم رو به شما آموزش خواهم داد. همواره یادتون باشه که شما ناخدای کشتی خودتون هستید.
من نقشه راه رو به شما میدم و این شما هستید که باید بر اساس شرایطی که در اون قرار دارید به سمت برنامه‌ریزی روزانه برید. پس بیایید با هم شروع کنیم. چه چیزی باید دستاورد برنامه هاتون باشه؟ استراتژی برنامه‌ریزی اصولی کارهایی که در ادامه خواهید شنید رو انجام میده. 1. به شما کمک میکنه تا روز کاری خودتون رو به خوبی کنترل کنید و تنها به انجام کارهایی بپردازید که واقعاً مهم و ضروری هن. 2. باعث میشه که بتونید خیلی راحت به سررسید خودتون دسترسی داشته باشید و توجهتون رو به مورد مهمی اختصاص بدید. 3. برنامه‌ریزی استراتژیک به شما تضمین میده که در حال انجام درست‌ترین کار در بهترین زمان ممکن هستید. 4. یه برنامه‌ریزی دقیق مانع به هدر رفتن زمان میشه و کمک میکنه تا در یک بازه زمانی مشخص مهمترین کارا رو انجام بدید. 5. یه برنامه‌ریزی مناسب کمک میکنه تا بهترین واکنش رو به اتفاقاتی که بحرانی به نظر میرسن نشون بدید. شما در این حالت بر اساس حجم کاری خودتون به سمت ارزیابی موقعیت مورد نظر میرید و تصمیمات منطقی میگیرید. 6. شما با تکیه بر برنامه‌ریزی دیگه استرس این که کاراتون روی هم جمع شدن رو نخواهید داشت. وقتی استرس کمی داشته باشید خلاق‌تر خواهید بود و میتونید ایده‌های مختلفی ارائه بدید. و 7. وقتی برنامه‌ریزی خوبی داشته باشید میتونید تمرکز خودتون رو بالا ببرید. با تمرکز متوجه خواهید شد که کدوم کارتون اولویت بالاتری نسبت به بقیه داره و نیازمند توجه بیشتری از سمت شماست. در نهایت با یه برنامه‌ریزی دقیق دیگه احساس ناامیدی و گناه ناشی از عقب موندن کارا رو نخواهید داشت و تنها روی مواردی تمرکز خواهید کرد که به اهدافتون نزدیک تره. این کار باعث میشه که در پایان روز احساس شادی داشته باشید. پارادوکس بازدهی. چگونه برنامه‌هایتان مانعی برای موفقیتتان هستند؟ یه اپلیکیشن بهره‌وری به نام دان طی تحقیقی به اعداد عجیبی دست یافت که در ادامه به اون اشاره می‌کنم. 41% از کارهایی که برای اون برنامه‌ریزی می‌کنیم هیچ وقت انجام نمیشن. 50% کارهای تکمیل شده تنها ظرف مدت 1 روز انجام شدن. 18% کارهای تکمیل شده در مدت 1 ساعت انجام شدن. و 10% کارهای تکمیل شده در مدت 1 دقیقه انجام شدن. این اعداد رازهای مهمی رو برای ما آشکار میکنن. در ابتدا نشون میدن که بسیاری از برنامه‌ها ناکارآمدن. وقتی کارا کامل نمیشن یعنی فرد باید برای روز بعد خودشو به خوبی آماده کنه چون کارش به روز بعد موکول میشه. این اعداد نشون میدن که برخی از کارها در مدت زمان بسیار کمی انجام شدن، یعنی بسیاری از افراد نتونستن تشخیص بدن که یک کار چقدر زمان میبره و به این معنیه که اهمیت و اولویت کارا با این برنامه‌ریزی‌ها نادیده گرفته میشن. همچنین این اعداد نشون میدن که بسیاری از فهرست‌هایی که تدوین شدن بیش از حد طولانی و سنگینن. به این ترتیب ما میدونیم که نمیتونیم همه این کارا رو با هم انجام بدیم، به همین دلیل دچار استرس میشیم. یه بررسی دیگه توسط لینکدین صورت گرفته که در اون 90% متخصصین اعلام کردن که معمولاً برنامه‌های خودشون رو تکمیل نمی‌کنن. پارادوکس بازدهی به خوبی این مطلب رو نشون میده که ما برنامه ریزی میکنیم اما به دلیل اینکه سیستم‌های مدیریتی نادرستی به کار میگیریم به صورت کاملا سهوی برنامه‌هایی به وجود میاریم که همه تلاش هامون رو از بین میبرن. فصل اول. چرا فهرست کارهای برنامه ریزی شده خودتان را به پایان نمیرسانی؟ در شرایط استاندارد باید بتونیم همه کارهایی که در برنامه نوشتیم و انجام بدیم و در پایان روز روی اونا خط بکشیم. اگه این مشکل برای شما ایجاد شده که نتونستید طبق برنامه روزانه خودتون عمل کنید، یعنی اشکالی در کار وجود داره.
در اینجا 8 دلیل مهمی که باعث عدم موفقیت افراد تو برنامه‌هاشون میشه رو براتون توضیح میدم. هر کدوم از این دلایل میتونن ضربه سختی به بازدهی شما وارد کنن و اجازه ندن که طبق برنامه خودتون پیش برید. دلیل اول، در مورد هدف برنامه‌ها دچار اشتباه شده اید. باید بدونید که مهمترین هدف برنامه ریزی اینه که بتونید هم کاراتون رو به خوبی انجام بدید و هم به مواردی که اهمیت زیادی دارن توجه کنید. وقتی برنامه خودتون رو می‌نویسید، همه چیز رو از ذهن خارج می‌کنید و به این ترتیب احتمال فراموشی یک کار به شدت کاهش پیدا می‌کنه. یادتون باشه که برنامه شما برای این نیست که همه کاراتون رو با اون انجام بدید. اگه در شناسایی هدف برنامه خودتون دچار اشتباه شید، نمیتونید اونطور که انتظار داشتید از اون استفاده کنید. دلیل دوم، در تعیین سررسیدها بی‌دقتی میکنید. وقتی یه فهرست برنامه ریزی تدوین میکنید اما زمان مشخصی برای انجام اون در نظر نگیرید، بیشتر به فهرست آرزوها شباهت داره تا فهرست کارهای برنامه ریزی شده. وقتی هیچ موعدی برای کار در نظر نگیرید، در همون ابتدا سراغ تنبلی میرید. سررسیدها به ما کمک میکنن تا کارا رو بر اساس مقدار زمانی که برای تکمیلشون در نظر گرفتیم انجام بدیم. وقتی سررسید ندارید، انگیزه خودتون رو برای اقدامی به موقع و مناسب از دست میدید. به این ترتیب هیچ کاری انجام نمیشه و اگه هم بشه بسیار ناقصه. اگه کارا رو پشت گوش میندازید، یادتون باشه که سررسیدها دشمن این مشکل شما هستن. دلیل سوم، برنامه‌های شما خیلی طولانی هستند. وقتی فهرست بلندی از کارها رو تو برنامه‌ریزی روزانه خودتون جا میدید، گیج میشید و بازدهیتون به شدت کاهش پیدا میکنه. برنامه‌های طولانی اصلاً واقع بینانه نیستن و کنترل همه چیزو از دست شما خارج میکنن. همچنین این برنامه‌ها باعث دلسردی شما میشن. وقتی کوهی از کارهای انجام نشده رو فهرست کنید، هر روز با این حقیقت از خواب بیدار میشید که باید کارهای زیادی انجام بدید و میدونید که هرگز فهرستتون رو به پایان نمیرسونید. با علم به این موضوع تمایل پیدا میکنید که کارا رو پشت گوش بندازید. به این ترتیب عزم خودتون رو برای اینکه کارا رو بر اساس زمانبندی مناسب انجام بدید از دست میدید. زمان شما در طول روز محدوده. اگه فقط 4 ساعت زمان در اختیار دارید، مطمئن شید که میتونید برنامه خودتون رو در این محدوده زمانی انجام بدید. اگه غیر از این باشه، حتما شکست خواهید خورد. دلیل چهارم، برنامه‌هایتان بیش از اندازه متنوع هستند. وقتی مجموعه کارهایی که باید انجام بدید تنوع زیادی دارن و هیچ ارتباطی بین کاراتون وجود نداره، قدرت تصمیم گیری شما مختل میشه. در این صورت نمیتونید به خوبی تصمیم بگیرید که دقیقاً چه کاری اولویت مهمتری داره و به همین خاطر دچار استرس میشید. وقتی برنامه شما به خصوص از نظر زمانی متنوع باشه، در ابتدا فکر میکنید که کار مهم رو در اولویت قرار دادید، اما اینطور نیست. وقتی متوجه این داستان میشید، نگرانی شما افزایش پیدا میکنه و برای رفع نگرانی سراغ شبکه‌های اجتماعی میرید و زمان ارزشمند بیشتری رو از دست میدید. دلیل پنجم، برای خودتان گزینه‌های زیادی در نظر میگیرید. این مسئله شباهت زیادی به دلیل چهارم داره. ما هر روز صبح با ذخیره کمی از منابع شناختی از خواب بیدار میشیم. این ذخیره به سرعت در طول روز با تصمیم‌هایی که میگیریم استفاده میشه. در آغاز روز بیشترین تصمیمات رو میگیریم، اما وقتی به شب نزدیک میشیم، گرفتن ساده ترین تصمیمات هم دشوار خواهد بود. به این حالت خستگی ناشی از تصمیم گیری میگن. در این وضعیت فرد توانایی کافی برای گرفتن تصمیمات مهم نداره. وقتی فرد از نظر ذهنی آمادگی لازم برای تصمیم گیری رو نداره، وارد فاز تفره از تصمیم میشه. چون میدونه که عملیات تصمیم گیری نیازمند استفاده از نیروهای ذهنیه و این کار براش خسته کننده به نظر میرسه. به همین دلیل تصمیم نگرفتن رو انتخاب میکنه.
بنابراین فرد به جای تصمیم گیری سراغ شبکه‌های اجتماعی میره، ایمیل خودشو چک میکنه و مطالب بی ارزش میخونه. همه این موارد باعث افت شدید بازدهی فرد میشه و در نتیجه فهرست کارای برنامه ریزی شده ناقص باقی میمونن. دلیل ششم، در اضافه کردن مفاهیم برای هر کاری بی‌دقتی میکنید. در اکثر برنامه‌ها یه ضعف بزرگ وجود داره و اون مربوط به محتوای وظایف مختلفه. یعنی افراد فقط کارها رو در برنامه مورد نظر می‌نویسن و هیچ اشاره‌ای به زمانی که برای تکمیل اون نیاز دارن نمی‌کنن. و همچنین اهمیتی به اولویت‌ها و نقش‌هایی که برای به دست آوردن اهداف خاصی باید بازی کنن نمیدن. بدون دونستن این موارد شما هرگز متوجه نمیشید که چه کاری از اولویت بالایی برخورداره و باید به اون توجه ویژه‌ای داشته باشید. این موضوع نشون میده که اگه از اون برنامه‌ها برای برنامه ریزی استفاده نکنید بهتره. چون فقط باعث سردرگمی بیشتر شما میشه. مثلا توی برنامه خودتون این مورد رو نوشتید که باید با حسابدارم حرف بزنم. خیلی روشنه که هیچ اطلاعاتی در مورد اون وجود نداره. اصلاً اشاره‌ای به این نکردید که باید در چه موردی باهاش حرف بزنید، در چه ساعتی این گفتگو باید انجام شه و چه مقدار زمان باید برای حرف زدن در نظر بگیرید. وقتی هیچ جزئیات مشخصی برای کاری که میخواید انجام بدید تدوین نکنید، با گزینه‌های زیاد و بی ربطی روبرو خواهید شد که فقط مانعتون شده و بیشتر گیجتون میکنن. دلیل هفتم، وظایفتان بسیار کلی تعریف شده اند. کارهایی که به صورت کلی تعریف شدن مفهوم بسیار گسترده‌ای رو میرسونن. یعنی این قبیل کارها نقطه شروع و پایان مشخصی ندارن. به عنوان مثال یه نویسنده رو در نظر بگیرید که میخواد رمانی بنویسه. این نویسنده در فهرست برنامه‌ریزی خودش عنوان شروع نوشتن رمان رو قرار داده. چون این برنامه‌ای خیلی کلی و مبهمه و شامل تعداد زیادی وظیفه میشه که اصلاً اشاره‌ای به اونا نشده. برای این نویسنده نوشتن اولین پیشنویس از فصل اول بهتر خواهد بود. وقتی برنامه خودتون رو جزئی تر می‌کنید، اشتیاق لازم برای برداشتن اولین قدم رو به دست میارید. در واقع وقتی میدونید که کارتون در چه زمانی تموم میشه، احساس بهتری پیدا می‌کنید. و دلیل هشتم، وظایفتان به اهداف مشخصی وصل نشده اند. هر کاری که انجام میدید نشون دهنده ی هدفیه که با خودش به همراه داره. اگه شما روغن ماشین خودتون رو عوض میکنید برای اینه که موتور بهتر کار کنه. هر هدفی که داشته باشیم ما رو به سمت انجام ی عمل مشخص سوق میده. برای اینکه هدفی ما رو وادار به انجام کاری کنه باید نسبت به نتیجه اون اطمینان حاصل کنیم. وقتی این توانایی رو داشته باشیم که نتیجه مثبت یک کار خاص رو پیش بینی کنیم، کمتر به دنبال پشت گوش انداختن اون کار میریم. نکته مهم اینه که باید در مورد هر کاری که توی برنامه خودتون قرار دادید یه هدف مشخص در نظر بگیرید یا به اون کار نسبت بدید. باید علت این که چرا میخواید کاری رو انجام بدید و بدونید. اگه این کار رو پشت گوش بندازید، انگیزه یه کمی برای به انجام رسوندن کار مورد نظر خواهید داشت. ارزیابی کارایی برنامه. خود ارزیابی. قبل از اینکه برنامه جدید رو یاد بگیرید، باید در مورد اثرگذاری برنامه فعلی خودتون یه ارزیابی داشته باشید. برای این کار من یه پرسشنامه تدوین کردم تا با کمک اون بتونید کارایی برنامه خودتون رو به خوبی بررسی کنید. باید به همه 8 سوالی که در ادامه میشنوید امتیازی بین 1 تا 5 بدید. امتیاز 1 نشون میده که نیاز به کمک فوری دارید و امتیاز 5 نشون میده که در مدیریت برنامه‌ریزی خودتون به خوبی عمل کردید و به مهارت بالایی رسیدید. یادتون باشه که این 8 سوال ارتباط مستقیمی با 8 دلیلی که باعث میشد طبق برنامه‌ریزی خودتون عمل نکنید دارن. 1. آیا به خوبی هدف برنامه‌ها رو در یک سیستم مدیریت وظیفه درک کردید؟ 2.
آیا تاریخ مشخصی برای همه برنامه‌ریزی‌های خودتون تعیین کردید؟ 3. آیا تعداد وظایف شما در فهرست برنامه‌ریزی 7 عدده؟ 4. آیا در برنامه‌هاتون از کمترین تنوع استفاده می‌کنید؟ 5. آیا برنامه‌های شما گزینه‌هاتون در مورد اینکه روی چه موضوعی باید وقت بذارید و محدود می‌کنه؟ 6. آیا برای هر برنامه‌ریزی خودتون مفهومی رو در نظر گرفتید؟ 7. آیا کارهایی که باید انجام بدید و محدود می‌کنید تا بتونید سریع زمان به پایان رسیدن اونها رو شناسایی کنید؟ و 8. آیا برای همه کارهای خودتون هدف مشخصی در نظر گرفتید؟ حالا نوبت به ارزیابی نمرات شما میشه. با ارزیابی نمرات میتونید سطح مهارت خودتون رو به خوبی بسنجید. اگه نمره شما بین 32 تا 40 قرار گرفت، باید خودتون رو حرفه‌ای ترین شخص تو برنامه ریزی بدونید. اونقدر حرفه‌ای هستید که میتونید به دیگران هم اصول صحیح برنامه ریزی رو بیاموزید. اگه نمرتون بین 19 تا 31 بود، کارتون تقریباً خوبه، اما توصیه میکنم که برای بهبود برنامه ریزی خودتون کارایی انجام بدید تا کمتر احساس سردرگمی کنید. اگه نمره شما 18 یا کمتر شد، لازمه که دوباره با اصول صحیح برنامه ریزی آشنا شید. این نمره نشون میده که شما همیشه استرس دارید و همه چیز خیلی راحت از کنترلتون خارج میشه. اگه نمره شما خوب نبود، نباید خودتون رو ببازید و ناراحت شید. خوشبختانه دارید این میکرو کتاب رو گوش میکنید و با کمکش میتونید هم اصول صحیح برنامه ریزی رو بیاموزید و هم نسبت به عملکرد خودتون احساس بهتری پیدا کنید. چطور هیجان‌های منفی بازدهی شما را ضعیف می‌کنند؟ اینکه احساسات ما چه تأثیری روی عملکردمون میذارن بسیار اهمیت داره. زمانی که ناراحتیم و استرس داریم، احساس می‌کنیم که نمی‌تونیم پیوندی با کاری که باید انجام بدیم برقرار کنیم. به این ترتیب نمی‌تونیم خوب تصمیم بگیریم و خلاقیتمون کاهش پیدا می‌کنه. این موضوع روی تمرکزمون هم تأثیر مخربی می‌گذاره. چون تمام مدت به موضوعی که نگران اون هستیم فکر میکنیم. همه ما تو زندگی دچار این وضع میشیم و نمیتونیم از احساسات منفی فرار کنیم، اما باید درک کنیم که قرار نیست همیشه همراه ما باقی بمونن. اونا موقتی هن و خیلی زود از بین میرن. البته بیشتر مردم خودشون دست از سر احساسات منفی بر نمیدارن. مرتب خودشونو در شرایط منفی قرار میدن و به همه چیزای ناراحت کننده اجازه میدن که کنترل مغزشونو به دست بگیرن. زمانی که هورمونای استرس افزایش پیدا میکنه، توانایی ما در پردازش اطلاعات و گرفتن تصمیم‌های مهم و منطقی تحت تاثیر قرار میگیره. به همین خاطر اگه متوجه شدید که عملکرد روزانه‌تون در وضعیت بدی قرار داره، سریع به احساسات خودتون بزنید. فقط زمانی که دلیل ناراحتی‌های روحی خودتون رو پیدا کردید میتونید برای تغییر شرایط روحی و رها شدن از فشار اون اقداماتی انجام بدید. یادتون باشه که درگیری‌های ذهنی و روحی رو به حال خودش رها نکنید. اگه مداوم شن، دیگه قادر به انجام درست هیچ کاری نخواهید بود. فصل دوم. 10 نمونه از معروف‌ترین سیستم‌های برنامه‌ریزی در دنیا. نمونه اول: فهرست فراگیر و کلی. این استراتژی ساده ترین سیستم برنامه‌ریزیه و ذهن به صورت پایه‌ای روی همین استراتژی تنظیم شده. در واقع وقتی شما کارهای خودتون رو روی یه ورق می‌نویسید، در حال استفاده از این استراتژی هستید. ایرادات این برنامه کاملا مشخصه و مهمترین اون طولانی بودن فهرست کارهای برنامه‌ریزی شده است. به خاطر اینکه گزینه‌های زیادی پیش رو دارید تا کاراتون رو انجام بدید، احتمال موفقیت شما بسیار کم خواهد شد. تنوع زیاد هم یکی دیگه از مشکلات این برنامه است.
مثلا ممکنه کارای 3 دقیقه‌ای رو کنار کارای 3 ساعتی قرار بدید. این مهمه که شما تخلیه مغزی انجام بدید، اما این که بخواید همه کارا رو توی یه لیست قرار بدید و به صورت فراگیر و کلی کارا رو پیش ببرید اصلاً ایده جالبی برای مدیریت برنامه‌هاتون نیست. نمونه دوم، وظیفه به اضافه تاریخ آغاز به اضافه سررسید. این قالب برنامه ریزی ویژگی مهمی داره و اون سادگیه. همچنین جایگاهی هم برای سیستم مدیریت وظیفه یا همون سررسید در خودش جای داده. در واقع بیشتر برنامه‌ها به خاطر نبود سررسید تو فشار هستن. سررسیدها به این دلیل حائز اهمیتن که ما رو به سمت عمل کردن سوق میدن. همچنین به ما کمک میکنن تا برای هر کاری یه جایگاه اختصاصی در نظر بگیریم. با کمک سررسیدها هم کارامون رو به درستی انجام میدیم و هم کارای درستی رو با موفقیت به پایان میرسونیم. در این سیستم بخشی به عنوان تاریخ شروع هم قرار داره. تاریخ شروع 2 مزیت دیگه هم به همراه داره. اول اینکه اجازه میده تا روی وظایف بسیار کمی تمرکز کنید و دوم اینکه باعث میشه کارا رو به دقیقه 90 موکول نکنید. البته مهمترین ایرادی که در این سیستم برنامه ریزی وجود داره اینه که به اولویت بندی توجهی نمیشه. تنها در تاریخی مشخص کارها رو شروع میکنید تا به سررسیدهای مربوطه دست پیدا کنید. همین که به اولویت بندی اهمیت داده نمیشه بزرگترین ایراد این برنامه است. چرا که با اجرای اون به مرور زمان میزان بازدهی شما به شدت کاهش پیدا میکنه. البته این سیستم از سیستم فراگیر و کلی بهتره. نمونه سوم، دوگانه کارها. فهرست اصلی کارها به اضافه فهرست روزانه کارها. یکی از سیستم‌های مناسب برنامه ریزی مربوط به این سیستمه. این سیستم بین فهرست تخلیه مغزی و فهرست روزانه تفاوت قائل میشه که اعتبار اونو افزایش میده. در این سیستم شما میتونید تا بی‌نهایت در مورد فهرست اصلی خودتون شروع به نوشتن کنید. هدف اصلی اینه که وظایف پرتعدادی که تو سرتون میگذره و به این طرف و اون طرف میره رو روی کاغذ بیارید و از تلاش برای به خاطر سپردن اونا خلاص شید. فهرست روزانه هم مربوط به فهرستی میشه که در طول روز بر اساس اون کارهای خودتون رو انجام میدید. در طول روز اونو به همراه دارید و همیشه به اون نگاه میکنید. به این ترتیب پی میبرید که چقدر از کارهایی که نوشتید و انجام دادید و چقدر از کاراتون باقی مونده و عملکرد خودتون رو میسنجید. شیوه کار این فهرست به این شکله که شبا باید فهرست اصلی خودتون رو مرور کنید و به دنبال مواردی باشید که باید سریع اونا رو انجام بدید. زمانی که موارد مهم رو پیدا کردید باید اونا رو به فهرست روزانه منتقل کنید. این سیستم بسیار مفیده اما افراد کمی از اون استفاده میکنن و مدام سراغ سایر برنامه‌ها میرن تا زودتر به نتیجه برسن. در نتیجه در مشکلات سایر سیستم‌ها غرق میشن و وقتی به خودشون میان میبینن که هزاران کار نکرده دارن که باید همه اونا رو انجام بدن. نمونه چهارم، استراتژی 3 به اضافه 2. این سیستم برنامه ریزی فرمول بسیار ساده ای داره که شامل 3 وظیفه بزرگ و 2 وظیفه کوچیکه. در این روش شما هر روز 5 موردی که میخواید انجام بدید و از شب قبل انتخاب میکنید. کارهای بزرگ تقریباً 2 ساعت وقت میگیرن و برای کارهای کوچیک باید 30 دقیقه یا کمتر در نظر بگیرید. یکی از ویژگی‌های برتر این سیستم اینه که تعداد وظایف شما رو محدود میکنه. بزرگترین کارهای شما تنها 5 مورد هستند و قرار نیست که زیاد شن. در این روش شما برای کارهایی که میخواید انجام بدید محدوده زمانی در نظر میگیرید. 2 ساعت برای کارهای بزرگ و نیم ساعت برای کارهای کوچیک. همچنین اگه متوجه شدید که کارهای بزرگ زمان بیشتری میطلبن میتونید اونا رو به چند کار کوچیک تقسیم کنید. البته توی این سیستم اشاره نشده که تا چه حد میتونیم اهدافمون رو خرد کنیم و اصلاً آیا همه اهداف از این قابلیت برخوردار هستن یا نه.
همچنین در مورد سرچشمه کار روزانه هم هیچ اشاره‌ای صورت نگرفته که از کجا سرچشمه میگیرن یا چطور میشه اونا رو شناسایی کرد. عدم انعطاف پذیری از جمله ویژگی‌های منفی این سیستمه. مثلا اگه در طول روز وقت کافی دارید و میتونید کارهای کوچیکی مثل نظافت خونه انجام بدید، بازم نباید اونا رو انجام بدید. چون شما فقط مجاز به انجام 2 وظیفه کوچیک هستید. نمونه 5. قانون 1-3-5. این سیستم شباهت زیادی به استراتژی 3 به اضافه 2 داره. توی این سیستم شما 1 وظیفه بزرگ، 3 وظیفه متوسط و 5 وظیفه کوچیک میتونید انتخاب کنید و در طول روز اونا رو انجام بدید. یکی از مهمترین مزایای این رویکرد اینه که شما انعطاف پذیری خوبی نسبت به سیستم قبلی دارید. توی این سیستم کارهای متوسطی وجود دارن که باید اونا رو انجام بدید. این کار اجازه میده که تقویم خودتون رو به خوبی مدیریت کنید. به خاطر این نوع تقسیم بندی و محدودیتی که وجود داره، شما میتونید تمرکز بیشتری روی وظایف خودتون داشته باشید. این سیستم از ایرادات سیستم قبلی هم رنج میبره. از طرف دیگه در این نوع استراتژی هیچ اشاره‌ای به فهرست اصلی نشده. همچنین در این رویکرد اجازه استفاده از فهرست دسته‌بندی رو ندارید. نمونه 6. سیستم پروژه محور. توی این سیستم باید کارهای خودتون رو بر اساس پروژه‌ای که به اون مربوط میشه دسته‌بندی کنید. در انتهای کار برای شما چند فهرست باقی میمونه که هر کدوم برای یه پروژه مناسب هستن. مثلا شما قصد دارید آشپزخونه خودتون رو بازسازی کنید. به این ترتیب فهرستی با ویژگی‌هایی که در ادامه میشنوید باید تدوین کنید. نقشه آشپزخونه رو طراحی می‌کنید. کابینت‌های مورد نظر خودتون رو انتخاب می‌کنید. بهترین جنس پیشخوان رو انتخاب می‌کنید. تجهیزات روشنایی رو به سلیقه خودتون انتخاب می‌کنید. لیستی از وسایل آشپزخونه تهیه می‌کنید. و با پیمانکار برای تعیین قیمت تماس می‌گیرید. خلاصه این که در این سیستم به خوبی وارد جزئیات میشید. شما میتونید برای انواع وظیفه‌ها از چنین سیستمی استفاده کنید. به این ترتیب برای انجام هر پروژه به یک نمای کلی دست پیدا می‌کنید. البته به خاطر اینکه تنوع زیادی در هر پروژه وجود داره، گزینه‌هایی که پیش روی شما قرار می‌گیره هم زیاد خواهد بود و این موضوع میتونه باعث سردرگمی شما شه. توی این سیستم دسته‌بندی هم وجود نداره. نمونه 7. رویکرد MIT3. MIT مخفف عبارت مهمترین کاره. در واقع در این سیستم شما باید به بالاترین اولویت تو فهرست کاری خودتون توجه کنید. همچنین باید 3 وظیفه مهم و با اولویت بالا رو برای تمرکز در طول روز انتخاب کنید. باید اونا رو انجام بدید و دنبال بهونه آوردن نباشید. برای هر کاری مقدار زمان مشخصی در نظر میگیرید و با توجه به این مقدار زمانی که تعیین میکنید چقدر وقت اضافی در پایان روز خواهید داشت. به این ترتیب سراغ سایر موارد برنامه ریزی شده خودتون خواهید رفت. البته شاید مجبور شید برای اجرای دقیق برنامه‌هایی که در این سیستم تعریف کردید تا دیر وقت کار کنید. این موضوع به جزئیات کاری شما بستگی داره. هرچقدر کارتون سنگین تر باشه احتمال اینکه دیرتر اون رو به پایان برسونید بیشتره. توی این سیستم انعطاف پذیری خوبی برای کاربر وجود داره. البته انعطاف پذیری بالا خودش میتونه مشکل ایجاد کنه چون آزادی زیادی به شما میده. از طرف دیگه اگه مدام کاراتون رو پشت گوش میندازید و از کمبود انگیزه ناراحتید، این استراتژی نمیتونه برای شما گزینه مناسبی باشه. نمونه 8. روش کانبان. روش کانبان بیشتر یه رویکرد بصریه. اگه شما هم وقتی کاراتون رو به خوبی انجام میدید از پایان اون خوشحال میشید، این سیستم مناسب شما خواهد بود. روش کار کانبان به این ترتیبه که باید یه تابلوی اعلانات درست کنید و روی تابلو 3 ستون بکشید. همچنین یه بسته کاغذ یادداشت هم تهیه کنید. عنوان ستون چپ رو باید انجام شوند نامگذاری کنید.
عنوان ستون وسط در حال انجام و ستون سمت راست رو انجام شده بذارید. فکر کنم متوجه شدید که کانبان چطور کار میکنه. توی این سیستم شما باید هر وظیفه تازه‌ای رو روی یک کاغذ یادداشت بنویسید. در هر برگ فقط باید یه مورد رو بنویسید و در ستون باید انجام شوند بچسبونید. تا وقتی که شما آماده انجام اون باشید همونجا باقی میمونه. زمانی که شروع به انجام یکی از وظایف یادداشت شده کردید، برگه یادداشت رو به ستون در حال انجام انتقال میدید. زمانی که اون وظیفه مورد نظر رو به پایان رسوندید، برگه یادداشت رو به ستون انجام شده منتقل کنید. این سیستم چند فایده داره. اول اینکه یه دید بصری نسبت به کاری که قراره انجام بدید فراهم میکنه. این کار به شما کمک میکنه تنها به مواردی که واقعاً ارزش بالایی دارن توجه کنید. مزیت دیگه این روش اینه که به شما اجازه میده پیشرفتی که در انجام وظایف خودتون دارید رو مشاهده کنید. با یه نگاه میتونید متوجه شید که یه وظیفه هنوز شروع نشده، در حال انجامه یا اونو به پایان رسوندید. مزیت دیگه اینه که میتونید به راحتی کارا رو با پروژه‌های بزرگ خودتون مرتبط کنید. با این کار میتونید به جزئیات بیشتر و ارزشمندتری بپردازید. حتی میتونید از یادداشت‌های رنگی برای نشون دادن سطح اولویت وظایف خودتون استفاده کنید. یکی از ایرادات روش کانبان عدم توجه به وظایف کوچیکه. همین نقطه ضعف نشون میده که این روش اصلاً مناسب نیست، مگه اینکه راهی پیدا کنید تا به وظایف کوچیک هم بپردازید. نمونه نهم، سیستم ماتریکس. این سیستم توسط استفان کاوی معروف شد. ماتریکس از 4 بخش با عناوین مختلف تشکیل شده که به این شرحه: 1. مهم و فوری. 2. مهم و غیر فوری. 3. غیر مهم و فوری. 4. غیر مهم و غیر فوری. در واقع باید کارا رو بر اساس اولویتی که دارن توی یکی از این 4 بخش قرار بدید. کارهایی که مربوط به گروه 1 و 2 هستن، یعنی مهم و فوری و مهم و غیر فوری، نیازمند رسیدگی به موقع هستن. کارهایی که در گروه 3 و 4 قرار میگیرن، یعنی غیر مهم و فوری و غیر مهم و غیر فوری، از اولویت زیادی برخوردار نیستن و میتونید بعداً و در فرصتی مناسب به اونا رسیدگی کنید. ویژگی مثبت سیستم ماتریکس اینه که شما رو جهت تمرکز روی کارهایی که مطابق با اهدافتون هستن تشویق میکنه. همونطور که در حال مرور برنامه خودتون تو سیستم ماتریکس هستید، مرتباً از خودتون میپرسید که آیا انجام این کار ضرورت داره؟ ویژگی مثبت دیگه این سیستم در اینه که شما کارهایی که ضروری نیستن و بدون داشتن عذاب وجدان رها می‌کنید و زمان بیشتری رو برای انجام کارهای با ارزش در نظر می‌گیرید. از معایب این سیستم میشه به این اشاره کرد که شما الزامی برای تهیه مفاد و مفهوم برای وظایف داخل ماتریکس ندارید. همچنین در این سیستم هیچ اشاره‌ای به مدت زمان مورد نیاز برای انجام کار نشده. و نمونه دهم، به انجام رساندن کارها، GTD. سیستم به انجام رساندن کارها اثر دیوید آلنه. این سیستم از جمله معروفترین و تحسین شده ترین سیستم های مدیریت وظیفه است که تاکنون ساخته شده. البته به همون اندازه که طرفدار داره، به همون اندازه هم منتقد داره. توی این سیستم شما در ابتدا همه کارهایی که تو ذهنتونه رو بیرون میریزید و در فهرست اصلی قرار میدید. بعد فهرست‌های دیگه‌ای ایجاد می‌کنید و کارا رو در فهرستی که به اون تعلق دارن قرار میدید. در نهایت هم هفتگی اونا رو مرور می‌کنید. این استراتژی چند ویژگی مهم داره. شما در این سیستم میتونید مفاد و مفاهیم مختلفی رو به هر وظیفه‌ای اضافه کنید. همچنین کارها رو بر اساس اهمیتی که دارن جدا می‌کنید. توی این سیستم یه مرور هفتگی هم در نظر گرفته میشه که بر اساس اون شما برای کارهایی که هنوز انجام نشده چاره اندیشی می‌کنید.
البته این سیستم به اندازه کافی انعطاف پذیره و به شما کمک میکنه تا بتونید برنامه شخصی سازی شده خودتون رو در اون پیاده کنید. اما این سیستم ایراداتی هم داره. در واقع بیشتر به درد پردازش اطلاعات داخل سرتون میخوره و کمک زیادی در به انجام رسوندن کارها نمیکنه. همچنین توجه زیادی به نحوه ارتباط با مواردی که توی فهرست تخلیه مغزی قرار میگیرن با اهدافتون نمیکنه. وجود انعطاف پذیری بالا در این برنامه در کنار مزیتی که داره میتونه برای بعضی از استفاده کننده ها دردسر ایجاد کنه. معمولاً کسایی که با مدیریت وظیفه خودشون دست و پنجه نرم میکنن باید کمی محدودیت داشته باشن. این محدودیت ها به اونا کمک میکنه تا عادت های بد خودشونو کنترل کنن و تمرکز خودشونو بهبود ببخشن. شاید این که همه چیزو از سرتون روی کاغذ میارید یا توی اپلیکیشن ثبت میکنید خوب به نظر برسه، اما همه چیز شایسته این نیست که اونا رو بنویسید. بعضی چیزها اصلاً ارتباطی با اهداف شما ندارن و تنها شما رو سردرگم میکنن. این سیستم معروفی توی برنامه ریزیه. اما افراد زیادی اونو مورد استفاده قرار دادن و بعد از مدتی اونو رها کردن. در این بین باید این سوالو از خودمون بپرسیم که آیا سیستم به انجام رساندن کارها واقعاً مؤثره یا نه؟ این سیستم در ابتدا اینطور خودشو نشون میده که واقعاً مؤثره. شما برای اینکه کارا رو از مغز خودتون خارج کنید، زمان زیادی صرف میکنید. تخلیه مغزی به شما کمک میکنه تا استرس کمتری داشته باشید. پس این سیستم در این مورد به خوبی کار میکنه. از طرف دیگه در این سیستم وقتی به اقدامات بعدی خودتون توجه میکنید، تمرکز شما روی اهداف بزرگترتون کاهش پیدا میکنه. مشکل دیگه اینه که روشی برای انتخاب بین وظایف موجود فراهم نمیکنه. یعنی برای اطمینان از به انجام رسوندن کارهای مهم و قرار دادن کارهای کم ارزش برای مرحله بعد هیچ سیستم مدیریت جریان کاری وجود نداره. روش GTD همچنین در پیوند دادن وظایف به اهداف مشخص بسیار ضعیف عمل میکنه. در واقع پیوند با اهداف به خاطر تمرکز شدید سیستم روی اقدامات بعدی به جای تمرکز روی پروژه ها در همون ابتدا قطع میشه. بعضیا معتقدن که هدف گذاری نه تنها غیر ضروری و بیفایده است، بلکه باعث آسیب جدی به مدیریت وظیفه در طولانی مدت هم میشه. البته من این موضوع رو قبول ندارم. اهداف باعث میشن که تمرکز و انگیزه لازم برای شروع یک کار رو به دست بیاریم. یکی از مهمترین معایب این سیستم اینه که بین وظایفی با ارزش بالا و با ارزش پایین تفاوتی نمیگذاره. تنها اولویت این سیستم اینه که کار تعیین شده انجام شه. حالا اهمیت این موضوع که در حال انجام کارهای درستی هستید یا نه چندان مورد توجه نیست. فصل سوم. چگونه برنامه‌ای کامل ایجاد کنی؟ قدم اول. وظایف فعلی را از وظایف آینده جدا کنید. در بخش معرفی مشهورترین سیستم‌های برنامه‌ریزی مشخص شد که استفاده از چند فهرست مفیده. گفتیم که این موضوع در سیستم GTD هم وجود داره. به این ترتیب که یه فهرست اقدام بعدی و فهرست یک روز احتمالاً ارائه میده. البته ما میتونیم کمی این عمل رو بهبود ببخشیم تا ارزش بیشتری به دست بیاریم. در ابتدا هر روز از یک فهرست وظایف فعلی برای تصمیم گیری در نحوه تخصیص زمان و توجهتون استفاده کنید. این فهرست شامل کارهایی میشه که باید قبل از پایان روز اونا رو تکمیل کنید. در واقع برای بهبود کار میتونید از یک فهرست وظایف آینده برای رسیدگی به همه کارهایی که بعداً باید اونا رو انجام بدید استفاده کنید.
این اقدام ساده یعنی جدا کردن وظایف فعلی از وظایف آینده‌تون بسیار مهمه. بیشتر افراد کار خودشونو با نوشتن فهرست بلند بالا از کارهایی که میخوان انجام بدن شروع میکنن. هر روزم به مواردی که نوشتن اضافه میکنن. به این ترتیب هیچ پایانی برای این فهرست وجود نداره. کسایی که از این روش استفاده میکنن هرگز توفیق این که برنامه‌ای رو تکمیل کنن به دست نمیارن. اما وقتی وظایف فعلی و آینده خودتون رو جدا کنید، دیگه این احساس که همیشه چیزی ناتمام میمونه رو نخواهید داشت. وقتی فهرست کاراتون رو هر روز انجام بدید، متوجه میشید که انگیزتون افزایش پیدا میکنه و این احساس رو دارید که روزتون رو با موفقیت به پایان رسوندید. قدم دوم، وظایف را با نتایج مورد علاقه خود تعریف کنید. ساده ترین راهی که با کمک اون میتونید فهرست کارای روزانه خودتون رو انجام بدید اینه که یه چرا به اول هر چیزی اضافه کنید. باید مشخص کنید که چرا باید اونو به انجام برسونید. در واقع برای هر کاری یه دلیل قانع کننده و هدفمند ارائه بدید. باید هدف یا نتیجه‌ای که می‌خواید به اون برسید و کنار وظیفه خودتون یادداشت کنید. اگه برای کاری که می‌خواید انجام بدید دلیل مشخصی داشته باشید، احتمال اینکه اون کار رو انجام بدید بیشتره. نباید دلایل انجام کار رو فقط توی ذهن خودتون نگه دارید. باید اونا رو بنویسید. انجام این کار تأثیر زیادی داره و شما رو به سمت انجام کار مورد نظرتون هدایت می‌کنه. قدم سوم، پروژه ها را به وظایف جداگانه تجزیه کنید. دلیل اینکه شما بسیاری از موارد برنامه‌ریزی خودتون رو انجام نمیدید اینه که به اونا عنوان پروژه دادید. پروژه ها بیش از اندازه بزرگن و احتمالاً شما رو سردرگم میکنن. این سردرگمی در نهایت منجر به پشت گوش انداختن کارا میشه. باید پروژه های خودتون رو به وظایف کوچیکی تبدیل کنید. به این ترتیب برای انجام هر کدوم زمان کمتری در نظر میگیرید و زودتر به نتیجه‌ای که میخواید میرسید. در این بین ایجاد تمایز بسیار مهمه. باید مطمئن باشید که برنامه‌هاتون به کارهای قابل اجرا محدود میشن، نه پروژه هایی که پیش رو دارید. اگه متوجه شدید که یک مورد بیشتر از یک اقدام نیاز داره، اونو باید یک پروژه در نظر بگیرید و بهتر اونو تجزیه کنید. قدم چهارم، برای هر وظیفه یک سررسید تعیین کنید. هر وظیفه‌ای که در فهرست کارهای اصلی خودتون قرار میدید باید سررسید مخصوص به خودشو داشته باشه. البته برای تعیین تاریخ نیازی نیست که خیلی سفت و سخت و دقیق عمل کنید. با اتصال سررسید به موارد فهرست کارهای اصلی خودتون میتونید با یه نگاه بگید که کدوم مورد رو باید فردا انجام بدید و کدوم یکی از کارها رو میتونید به زمان دیگه‌ای موکول کنید. باید کارا رو طبق زمانی که تعیین کردید به پایان برسونید. سعی کنید کمترین زمان ممکن رو در نظر بگیرید. اگه زمان زیادی رو برای کار تعیین کنید، ممکنه که اونو پشت گوش بندازید. البته نباید از سررسیدهایی که تعیین کردید بترسید. وقتی یکی از کارها رو انجام بدید، شیرینی اولیه اون باعث میشه که اشتیاق لازم برای انجام سایر کارها رو داشته باشید. قدم پنجم، تعداد وظایف فعلی خود را به 7 عدد محدود کنید. یکی از مهمترین و رایجترین مشکلاتی که سیستم‌های برنامه‌ریزی دارن طولانی بودن اوناست. در واقع اونا همیشه با چند کار شروع میشن و بعد به بیش از 10 وظیفه بزرگ و کوچیک افزایش پیدا میکنن. البته این شرایط تا حدودی قابل درکه. فرد در ابتدای روز کار خودشو با وظایف کمی شروع میکنه، اما هر چقدر که زمان میگذره به خاطر پروژه‌های بیشتر کارهای تازه‌ای براش ایجاد میشه. اما یادتون باشه که ظهور کارهای تازه به این معنی نیست که شما باید اونا رو به فهرست کارهای روزانه خودتون اضافه کنید.
اگه این کار رو انجام بدید در نهایت شکست خواهید خورد. من توصیه می کنم که تعداد کارهای موجود در برنامه خودتون رو به 7 کاهش بدید. این عدد به شما کمک میکنه که کنترل همه چیز رو در دست داشته باشید. 2 سیستم برنامه ریزی با نام 2 به اضافه 3 و قانون 1-3-5 که قبلتر در مورد اون با شما حرف زدم، هر دوی اونا وظایف موجود در فهرستتون رو محدود میکنن. اونا فهرست شما رو کوتاه میکنن تا بتونید هر روز اونو به پایان برسونید. حتما براتون این سوال به وجود میاد که چطور با محدود کردن فهرست کارهای خودتون به عدد 7 میتونید از پس صدها وظیفه‌ای که در فهرست اصلیتون قرار داره بر بیایید. شما باید محدود کردن به عدد 7 رو فقط برای کارهایی در نظر بگیرید که به 15 دقیقه زمان برای تکمیل شدن نیاز دارن. به این ترتیب متوجه خواهید شد که بسیاری از کارهایی که در فهرست اصلیتون قرار دارن میتونن در 1 تا 2 دقیقه رسیدگیشن. مثل مرتب کردن تخت، چک کردن پیام‌ها، مرتب کردن نامه‌ها، انداختن لباس‌ها در ماشین لباسشویی و یا پاسخ دادن به یک تماس کاری. این کارا کوچیکن و نیازی نیست که اونا رو تو فهرست کارهای روزانه خودتون قرار بدید. چرا؟ چون این کارهای کوچیک ظرفیت اینو دارن که فهرست شما رو طولانی کنن. قدم 6: وظایف را بر اساس پروژه، نوع یا موقعیت سازماندهی کنید. حتی اگه هر چیزی که تو ذهنتونه رو تخلیه کنید و برای هر مورد سررسیدی در نظر بگیرید، بازم به مرور زمان کارهای زیادی ناتموم خواهند موند و فهرستتون بسیار شلوغ میشه و دیگه کنترلی روی کاراتون ندارید. اما حالا میتونید کارهای خودتون رو بر پایه پروژه، نوع و موقعیت سازماندهی کنید. بر این اساس شما چندین فهرست خواهید داشت. البته یادتون باشه که این فهرست ها از فهرست کارهای روزانه‌ای که انجام میدید متمایزه. چون این فهرستی به شما کمک میکنه تا بدونید که هر مورد جهت تکمیل شدن به چه مقدار زمان نیاز داره. همچنین این فهرست شما رو یاد دلایل انجام کار میندازه و تشویق میکنه تا روی کارهایی متمرکز شید که از اولویت بالایی برخوردارن. البته من پیشنهاد میکنم که برای هر پروژه، موقعیت و وظیفه فهرستی جداگانه ایجاد کنید. مثلا این پروژه ها فهرست های مخصوص به خودشونو دارن. نوشتن کتاب، بازسازی آشپزخانه و یا خرید ماشین جدید. این وظایف هم فهرست های مخصوص به خودشونو دارن. کار تحلیلی، کار ابتکاری و یا کار بدون دغدغه. و همچنین این موقعیت ها هم فهرست ویژه خودشونو دارن. در اداره، در خانه، در مسیر. وقتی کارهای خودتون رو بر اساس پروژه، نوع و موقعیتی که دارن سازماندهی کنید، این کار کمک میکنه تا وظایفی رو برای فهرست روزانه خودتون انتخاب کنید که به نوعی تکمیل کننده شرایطتون هستن. اگه برنامه‌های خودتون رو می‌نویسید، اختصاص دادن چند چارچوب به کارها میتونه دشوار باشه. یک راه حل ساده مشخص کردن اون با رنگ‌های متفاوته. البته بعضیا دوست ندارن که از رنگ‌ها استفاده کنن. اشکالی نداره. یادتون باشه که هدف ایجاد سیستمیه که برای شما کار کنه و مفید باشه. قدم 7: فهرستتان را از وظایف غیر ضروری پاک کنید. یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدید مربوط به پاکیزه نگه داشتن فهرست اصلیتونه. باید مرتب فهرست خودتون رو از کارهایی که دیگه نقشی در رسیدن شما به اهدافتون ندارن پاکسازی کنید و اونا رو دور بریزید. وقتی فهرست خودتون رو هرس می‌کنید، میتونید اونو بهتر تحت کنترل داشته باشید. همچنین قادر خواهید بود که خیلی بهتر پروژه‌های مهم رو مدیریت کنید. به این ترتیب وظایف شما ساده تر میشن. هرس کردن به افزایش بازدهی هم کمک میکنه. زمانی که موارد نامربوط رو خط میزنید، مدیریت وظیفه ساده تر میشه.
این موضوع کمک میکنه که بازدهی خودتون رو بالا ببرید. در نتیجه وقت خودتون رو روی موارد بی ارزش هدر نمیدید. برای اینکه بدونید چه نوع وظایفی رو باید حذف کنید، میتونید این 4 مورد رو زیر ذره‌بین قرار بدید. 1. خواسته ها. خواسته ها بیشتر به پروژه شباهت دارند تا کارای عملی. خواسته ها بیش از اندازه گسترده هستند اما ضرورت کمی دارند. به همین دلیل توصیه میکنم که اونا رو از فهرست کارای اصلی خودتون پاک کنید. 2. کارهای مبهم. این کارها از کمبود چارچوب رنج میبرن. این کارها اونقدر به حال خودشون باقی میمونن تا در نهایت شما به اونا توجه کنید. اگه فهرست کارهای اصلی شما مبهمه، میتونید اونا رو دوباره ارزیابی کنید. شاید گزینه خوبی برای حذف شدن باشن. 3. کارهای ناچیز. این کارها بدون هیچ پیامدی قابل حذف شدنن. این کارها مواردی کاملا تصادفی هستند که به محض اینکه به ذهنتون رسید اونا رو یادداشت کردید. اگه اونا رو ننویسید خیلی راحت از یاد میرن. 4. تصمیمات. عهد و پیمان شما همون تصمیمات هستن. تصمیمات با کارهای برنامه‌ریزی شده عادی فرق میکنن. علت تفاوت اونا در اینه که معمولاً نیاز به تغییر در عادت دارن. باید همه تصمیمات رو از فهرست کارهای اصلی خودتون پاک کنید. تصمیمات رو در فهرست جداگانه‌ای به نام اهداف سبک زندگی قرار بدید و مثل یه پروژه با اونا رفتار کنید. زمانی که متوجه شدید آمادگی کافی برای انجام یکی از اونا رو دارید، فهرست جداگانه‌ای ایجاد کنید و اونا رو به کارهای عملی و کوچیک تجزیه و تحلیل کنید. قدم 8. مقدار زمان مورد نیاز هر وظیفه را برآورد کنید. باید به این نکته پی ببرید که هر مورد برنامه ریزی شده در فهرست اصلیتون چقدر از شما وقت میگیره. چون این اطلاعاتی به شما اجازه میدن تا بر اساس مقدار زمان موجود کارایی رو انتخاب کنید که میخواید در فهرست روزانه‌تون قرار بگیرن. اگه به طور تخمینی بدونید که برای تکمیل هر کاری به چقدر زمان نیازمند هستید، میتونید به سمت ایجاد برنامه‌های واقع بینانه حرکت کنید. این کار به شما کمک میکنه تا از سر و کله زدن با وظایفی که باید روز بعد هم ادامه پیدا کنه خلاص شید. برای محاسبه زمان حدودی تکمیل یک وظیفه باید پیش نیازهای انجام اون وظیفه رو به خوبی بدونید. این پیش نیازها شامل ابزارها، اطلاعات و داده ها هستند. فرض کنید یکی از کارهای فهرستتون اتمام گزارش حسابها برای رئیس شرکته. برای اینکه بتونید گزارش خودتون رو به پایان برسونید، باید به داده‌هایی از دپارتمان فروش شرکت دسترسی داشته باشید. فهرست اصلی رو بررسی کنید و برای هر کدوم یه بازه زمانی در نظر بگیرید. زمان برآورد شده شما هر چقدر که باشه، باید اونو در کنار وظیفه مورد نظر بنویسید. در این بین باید در مقابل خودفریبی مقاومت کنید. در واقع همه ما دوست داریم نسبت به زمانی که برای انجام دادن کارامون در نظر میگیریم خوشبین باشیم. فکر میکنیم که میتونیم در بازه زمانی کم کاری رو انجام بدیم، اما وقتی وارد انجام فعالیت مورد نظر میشیم زمان کم میاریم و این موضوع برنامه ریزیمون رو به هم میریزه. البته نباید همیشه زمان زیادی برای اجرای کارا در نظر بگیرید. یادتون باشه که میتونید از قانون پارکینسون هم پیروی کنید. یعنی مقدار زمانی که برای تکمیل وظایف خودتون در نظر میگیرید رو کاهش بدید. در نتیجه میتونید کارهای بیشتری رو به انجام برسونید و از اوقات فراغتی که دارید نهایت لذت رو ببرید. رعایت حد اعتدال در تنظیم زمان انجام کارها بسیار لازم و ضروریه. قدم 9. هر وظیفه را با یک فعل معلوم مشخص کنید. گاهی تنها چیزی که به شما کمک میکنه تا به سمت انجام کار برنامه ریزی شده برید یک کلمه مناسبه. قدرت افعال رو دست کم نگیرید.
باید اونا رو در مقابل کارهای برنامه‌ریزی شده خودتون قرار بدید تا تمایل شما برای انجام کارها افزایش پیدا کنه. برای فهرست کاراتون فعل بگذارید. مثلا ننویسید صبحانه با خانواده، بلکه بنویسید تماس با خانواده برای برنامه‌ریزی قرار صبحانه. به این ترتیب وقتی فعلی رو در وظیفه خودتون جای میدید، دیگه ابهامی در مورد کاری که باید انجام بدید نخواهید داشت. با نوشتن افعال مناسب کمتر دچار حواس پرتی میشید و کارا رو به تعویق نمیندازید. چون دقیقاً میدونید که باید چه کاری انجام بدید. قدم دهم. دقت کنید که کدام وظایف نیاز به داده‌هایی از طرف دیگران دارند. بعضی از وظایفی که در فهرست کارهای روزانه برای خودتون نوشتید به داده‌هایی از افراد دیگه نیاز دارند. مثلا روی یه پروژه گروهی در حال کار کردنید و اعضای خاصی از گروه باید کارهای خاصی انجام بدن. بنابراین تنها با همکاری اعضای گروه که کار تکمیل میشه. حتی زمانی که به تنهایی کار میکنید بازم ممکنه به داده‌هایی از طرف دیگران نیاز داشته باشید. مثلا تماس کنفرانسی که میخواید اونو برگزار کنید ممکنه نیازمند اطلاعاتی باشه که اونو از یه همکار درخواست کردید. برای این کار پیشنهاد میکنم که در کنار کارهای برنامه‌ریزی شده‌ای که در اون منتظر داده‌های فرد دیگه‌ای هستید، از یادداشت‌های کوتاه استفاده کنید. باید برای داده‌ای که به اون نیاز دارید، ایمیل، تماس تلفنی، گزارش و غیره، تاریخی مشخص کنید که تخمین بزنه تقریباً چه زمانی به دست شما میرسه. مشخص کردن تاریخ به شما کمک میکنه که اگه داده‌ای رو فصل 4. چگونه از یک سیستم برنامه‌ریزی با کارکرد درست به خوبی نگهداری کنید؟ پیشنهاد اول: یک فهرست دسته‌بندی شده از کارهای کوچک نگه دارید. کارهای کوچیک تو فهرست کارهای روزانه شما جایی ندارن. به یاد داشته باشید که فهرست روزانه باید به 7 مورد محدود شه و فضای موجود رو باید برای وظایفی که ارزش بالایی دارن حداقل 15 دقیقه ذخیره کنید. همچنین یادتون باشه که نباید وظایف کوچیکو در فهرست اصلی قرار بدید. این کار فهرست شما رو به کلی به هم میریزه. باید وظایف کوچیکو در فهرست دسته‌بندی شده مناسبی قرار بدید. وقتی که زمان اضافی پیدا کردید میتونید چند نمونه از وظایف کوچیکو برای انجام دادن انتخاب کنید. زمانی که اون وظایفو تکمیل کردید روی اونا خط بکشید. همچنین میتونید وظایف کوچیکی که با هم مرتبط هستن رو در یک دسته‌بندی قرار بدید و 30 تا 45 دقیقه برای انجام اونا در نظر بگیرید. این کار کمک میکنه که حواستون پرت نشده و روی کارهای کوچیکی که باید انجام بدید متمرکز شید. پیشنهاد دوم: مواظب احساس سردرگمی باشید. یکی از بزرگترین تهدیدهایی که هر سیستم برنامه‌ریزی داره احساس سردرگمیه. حتما شما همین احساس رو تجربه کردید. مثلا سراغ ایمیل خودتون میرید و ناگهان با صدها پیام و درخواست مختلف روبرو میشید. در اون لحظه احساس سردرگمی به شما دست میده و دل سرد میشید. تهدید سردرگم شدن همیشه وجود داره، اما اگه اونو به حال خودش رها کنید و اجازه بدید که تو ذهنتون جا باز کنه، اون وقت انگیزه و اشتیاق برای انجام کارهای مختلف رو از دست میدید و خلاقیت خودتون رو متوقف میکنید. باید مراقب خودتون باشید. همیشه شرایط شما رو به سمتی میکشونه که احساس کنید کارهای زیادی برای انجام دادن دارید. باید برنامه درستی طراحی کنید. برنامه مورد نظر باید منعطف، جدی و در عین حال مطابق با شرایط شما باشه. طوری که زمانهای آزادی براتون به همراه بیاره تا وظایف جدیدی رو بپذیرید. پیشنهاد سوم:
فهرستتان را بر اساس محتوا تعریف کنید. قبلتر اشاره کردم که هر وظیفه‌ای در فهرست اصلیتون باید محتوای ویژه خودشو داشته باشه. شاید در نگاه اول توجه به جزئیات به نظر هدر دادن وقت باشه، اما برای بقای یک سیستم برنامه‌ریزی با کارکرد درست بسیار ضروریه. زمانی که به وظایف فهرست اصلی جزئیات اضافه می کنید، به راحتی می تونید مواردی که باید به اونا رسیدگی کنید رو پیدا کنید. به عنوان مثال فرض کنید که شما مسئول یک پروژه پر اهمیت هستید که سررسیدش نزدیکه و باید به اون رسیدگی کنید. بنابراین روی کارهایی که باعث به حرکت در اومدن این پروژه میشن متمرکز میشید. یعنی به مفاد مبتنی بر پروژه تمرکز میکنید. یا مثلا در اواسط روز متوجه میشید که سطح انرژیتون کاهش پیدا کرده. پس روی کاری تمرکز میکنید که نیاز چندانی به فکر کردن نداره. مثل مرتب کردن میز. در واقع محتوا سطح کار تصمیمات شما رو با توجه به فعالیتی که در حال انجام اون هستید شکل میده. شاید در وهله اول اینطور به نظر برسه که تهیه جزئیات سخت و زمان بره. اما وقتی این کار رو انجام بدید متوجه میشید که میتونه فرایند تصمیم گیری شما رو به کلی بهبود ببخشه. پیشنهاد 4: انجام مرورهای هفتگی. مرورهای هفتگی برای بهبود عملکرد شما در برنامه‌ریزی بسیار مهم هستند. مرورهای هفتگی مشخص می‌کنند که آیا به طور موفقیت‌آمیز پیگیر هر چیزی که باید به انجام برسونید هستید یا اینکه اجازه میدید کنترل از دستتون خارج شه. بیشتر مردم به مرورهای خودشون بی‌توجهن و فکر می‌کنن که این کار اصلاً ضرورتی نداره. تصور میکنن که در مورد حجم کاری خودشون اطلاعات کافی دارن و در نتیجه استفاده از مرورهای هفتگی باعث اتلاف وقت اونا میشه. ممکنه شما 10 وظیفه برای انجام دادن داشته باشید. اگه همه مسئولیت‌ها یا اهدافی که دارید و بدون توجه به مرورهای دوره‌ای انجام بدید، مطمئن باشید که کنترل امور از دستتون خارج میشه. اصلاً شک نکنید، چون بر اساس تجربه من این اتفاق قطعاً رخ خواهد داد. وقتی مرورهای دوره‌ای انجام ندید نمیتونید از میزان پیشرفت خودتون مطلع شید. همچنین از نظر ذهنی هم نمیتونید اونا رو بر اساس محتوایی که دارن سازماندهی کنید. وقتی از مرورهای هفتگی استفاده کنید، این فرصت رو دارید که مطابق شرایط وظایفی که برای خودتون تعیین کردید رو دوباره بازیابی کنید و اولویت‌های خودتون رو تغییر بدید. من یک شنبه ها رو برای مرور هفتگی اختصاص دادم. شما هم باید روز و ساعتی رو انتخاب کنید که هماهنگ با شرایط زندگی شخصی و کاریتون باشه. یادتون باشه که وقتی در حال مرور هفتگی هستید باید متمرکز باشید. میتونید مدت زمان مشخصی هم برای این کار در نظر بگیرید. مثلا 45 دقیقه میتونه زمان مناسبی باشه تا بتونید بدون هیچ مزاحمتی روی فهرست وظایف خودتون کار کنید. مراحل انجام مرور هفتگی. 1. تمام فهرست خودتون رو در یک جا جمع آوری کنید. 2. همه کارها و پروژه هایی که ذهنتون رو به خودش مشغول کرده تخلیه کنید و اونا رو به فهرست اصلی خودتون اضافه کنید. 3. پروژه هایی که جدید هستن رو به وظایف جداگانه تجزیه کنید. 4. وظایف جدید رو با توجه به محتوایی که دارن از هم جدا کنید. 5. صندوق پستی ایمیل خودتون رو خالی کنید و اگه متوجه شدید که ایمیل مهمی دارید اما پاسخ به اون چندان در اولویت شما نیست، اونو در فهرست اصلی خودتون بنویسید و پیام رو بایگانی کنید تا بعد جواب بدید. 6. فهرست اصلی و همچنین فهرست‌های مبتنی بر محتوای خودتون رو به خوبی مرور کنید و وظایفی که میدونید دیگه ضروری نیستن رو به کلی پاک کنید. 7. وظایف مهم و مورد توجه قرار بدید و اونا رو بر اساس اولویتی که دارن در فهرست اصلی جای بدید. 8. بعضی از وظایف نیازمند داده‌ای از طرف دیگرانن.
برای این موضوع باید جزئیات فرد و تاریخی که انتظار دارید داده رو از او دریافت کنید بنویسید. 9. سررسیدهای فعلی خودتون رو برای انجام وظایف مهم به خوبی مرور کنید و در صورت نیاز اونا رو اصلاح کنید. 10. برای کارهای جدیدی که به فهرست اصلی و مبتنی بر محتوای خودتون اضافه کردید، سررسید اضافه کنید. و 11. تقویم خودتون رو برای هفته جاری مرور کنید و فهرست کارهای روزانه رو بر اساس مقدار زمان خالی که دارید ایجاد کنید. وقتی به مواردی که اشاره شد توجه می کنید سنگین به نظر می رسه. باید بگم که درست متوجه شدید، اما بدونید که این کار سرمایه گذاری خوبی محسوب میشه. انجام این کار به شما اطمینان میده که زمان محدود خودتون رو روی مواردی با ارزش بالا متمرکز میکنید. به این ترتیب به سمت انجام کارهایی میرید که بیشترین اهمیت رو دارن. پیشنهاد 5. فهرست اهداف خود را به روز رسانی کنید. اهداف به شما کمک میکنن تا از زمان خودتون نهایت استفاده رو ببرید. در واقع اهداف دید روشنی در مورد چیزایی که میخواید در زمان حال داشته باشید و چیزایی که میخواید در آینده به دست بیارید میدن. اهداف به شما مسئولیت میدن که روی کارهای مهمی تمرکز کنید و بدونید که در مورد چه چیزی در حال تلاش هستید. وقتی در بخش‌های قبلی گفتم که به هر وظیفه یک هدف مشخص اختصاص بدید، برای اینه که انگیزه بیشتری برای ادامه دادن داشته باشید. در ابتدا باید اهدافتون رو مشخص کنید. بیشتر افراد فهرست وظیفه دارن اما نمیدونن که قراره چه کاری رو به چه دلیلی انجام بدن. بدون مشخص کردن یک هدف، سنجش میزان پیشرفت در کار دشوار خواهد بود. بعد از مشخص کردن هدف باید اونو بنویسید. با نوشتن احتمال رها کردن اون به شدت کاهش پیدا میکنه. طی یک تحقیق در سال 1979 از فارغ التحصیلان دوره مدیریت دانشگاه هاروارد پرسیدن که آیا اهدافشون رو مینویسن یا نه. 84% اونا گفتن که اهداف خودشون رو نمینویسن و اصلا نمیدونن که چه اهدافی تو زندگی دارن. 13% هم گفتن که هدف دارن اما تا به حال نشده که یادداشت کنن. 3% باقی مونده هم گفتن که برنامه‌های خودشونو به همراه اهدافشون می‌نویسن. 10 سال بعد یعنی در سال 1989 مصاحبه کننده ها فارغ التحصیلانی که از اونا سوال پرسیده شده بود و دوباره بررسی کردن و متوجه 2 موضوع مهم شدن. اول اینکه 13% که هدف داشتن بیشتر از 84% که هدف نداشتن به موفقیت رسیدن. دوم اینکه 3% که اهداف خودشونو به خوبی نوشته بودن 10 برابر بیشتر از 97% که اونا رو ننوشته بودن پیروزی به دست آورده بودن. با این تحقیق ثابت شد که نوشتن اهداف چقدر مؤثره و میتونه زندگی شما رو زیر و رو کنه. وقتی اهداف رو نوشتید باید سراغ مرور ماهیانه اون برید. در پایان هر ماه به مدت 30 دقیقه زمان بگذارید و پیشرفت خودتون رو پیگیری کنید. اگه متوجه شدید که اهدافتون تغییر کردن اونا رو بنویسید. با انجام منظم به روزرسانی میتونید در اجرای سیستم مدیریت برنامه‌ریزی خودتون به خوبی عمل کنید. پیشنهاد 6: بیش از حد درگیر سیستم‌های مختلف نشوید. افراد معمولاً به دنبال اینن که برای بازدهی بیشتر و مدیریت زمان خودشون چندین سیستم مدیریت وظیفه رو امتحان کنن. اینکه سیستم‌های مختلف رو آزمایش می‌کنید تا بتونید بهترین شیوه برای مدیریت کارهای خودتون رو پیدا بکنید خیلی خوبه و اهمیت زیادی داره. حتی خود منم این سیستما رو به خوبی بررسی کردم و شما رو در جریان مزایا و معایب اونا قرار دادم. اما در این بین ایرادی هم وجود داره. سیستمای مختلف مثل یک دامن و میتونن شما رو اسیر خودشون کنن. وقتی بیش از حد روی روش‌هایی که برای کمک به مدیریت زمان ایجاد شدن متمرکز میشید، به راحتی روی سرعت بهره‌وری تأثیر منفی میگذاره.
با این کار و امتحان انواع سیستم‌های برنامه‌ریزی به مرور زمان اهداف خودتون رو از دست میدید، چون باید زمان زیادی برای نگهداری از اونا صرف کنید. یادتون باشه که وظیفه سیستم برنامه‌ریزی دقیقاً پشتیبانی از شماست تا بتونید کاراتون رو درست انجام بدید و به اهدافی که برای خودتون تعیین کردید برسید. خودتون رو کنترل کنید و غرق در شناسایی سیستم‌های مختلف نشید. همواره به خودتون بگید که سیستم‌های برنامه‌ریزی هر چه که باشن وجود دارن تا به شما کمک کنن، نه اینکه شما رو در کنترل خودشون بگیرن. پیشنهاد هفتم: سیستمی بسازید و دنبال کنید که به صورت اختصاصی برای شما کار کند. نباید دنبال کامل ترین سیستم برنامه‌ریزی باشید. شاید یه سیستم برای دیگران به خوبی کار کنه اما برای شما جواب نده. بارها در کتاب به این مطلب اشاره کردم. در هر سیستمی ستونهایی با عنوان سررسید، محتوا، چارچوب وظایف و تفکیک وظایف وجود داره. اما اگه فکر میکنید که جابجایی و حذف برخی از این ستونها به پیشرفت برنامه‌ریزی شما کمک میکنه، اونو انجام بدید. منظورم این نیست که سیستم‌های مختلف به درد نمیخورن. منظورم اینه که باید سیستمی ایجاد کنید که فقط برای شما کار کنه و مفید واقع شه. تنها نکته‌ای که باید به اون توجه کنید اینه که رویکرد شما باید مکمل جریان کاری و شرایط زندگیتون باشه. پیشنهاد هشتم: ثبات داشته باشید. باید در اجرای برنامه‌ریزی و استفاده از یک سیستم مفید ثبات داشته باشید. یعنی نباید یه روز با شتاب و علاقه زیاد به سمت استفاده از سیستم برید و روز بعد اونو رها کنید. باید هر روز به صورت آهسته و پیوسته از سیستم مورد نظر برای برنامه‌ریزی وظایف استفاده کنید. برای این کار باید 2 چالش رو در نظر بگیرید. اول اینکه ما تمایل داریم آزادی عمل زیادی داشته باشیم، پس باید به صورت مداوم عادت به انجام رسوندن کارها رو در خودمون ایجاد کنیم. یادتون باشه که این عادت خود به خود ایجاد نمیشه. دومین چالش اینه که اگه در برنامه‌ریزی و استفاده از سیستم تنبلی کنید و اونو پشت گوش بندازید، تأثیر مخربی روی شما میگذاره. وقتی برای اولین بار از برنامه‌ریزی خودتون چشم پوشی کردید، در روزهای آینده همین کار رو تکرار خواهید کرد. برای این موضوع پیشنهاد می‌کنم که از تکنیک جری سینفلد استفاده کنید که نحوه استفاده از اون به این شرحه. 1. در ابتدا باید 10 قدمی که برای ایجاد یک فهرست برنامه‌ریزی مؤثر هستند رو بیاموزید. این قدم‌ها رو قبلتر به صورت کامل توضیح دادم. 2. 8 پیشنهاد مهم رو به خاطر بسپارید تا اطمینان حاصل کنید که سیستمتون تا مدت‌ها میتونه به خوبی براتون کار کنه. 8 پیشنهاد در این فصل آورده شده. 3. برای خودتون یه تقویم دیواری بخرید و اونو آویزون کنید. در کنار اون یه خودکار قرمز هم داشته باشید. و 4. در نهایت قدم‌ها و پیشنهادهایی که یاد گرفتید و در فهرست اصلیتون، فهرست‌هایی که بر پایه محتوا هستند و فهرست کارهای روزانه به کار بگیرید. هر روز که انجام کاراتون با موفقیت همراه شد، با خودکار قرمز روی تقویم علامت بزنید. اگر از واگن به بیرون پرت شدید، چه کاری باید انجام دهید؟ در بخش قبل به شما گفتم که داشتن ثبات در استفاده از سیستم برنامه‌ریزی بسیار مهمه. اما در این بین یه مشکل وجود داره و اون این که نگه داشتن ثبات دشوار خواهد بود. به خصوص زمانی که باید کارا رو جابجا کنید، از مقدار ثبات شما کاسته میشه. جابجایی کارها عملی وسوسه برانگیزه و خیلی سریع منجر به زوال شما میشه. به این ترتیب از واگن بهره‌وری خودتون میافتید و آسیب میبینید. معمولاً همه سیستم‌های وظیفه مجموعه‌ای از رفتارهای آموخته شده در خودشون جای دادن. این که بخواید اونا رو بی عیب و نقص اجرا کنید تقریباً کار سختیه.
این کار به تعهد و تلاش شما نیاز داره. بنابراین انتظار اینو داشته باشید که در اجرای درست سیستم برنامه‌ریزی خودتون با چالش‌های مختلفی روبرو شید. گاهی احساس می‌کنید که در آستانه تسلیم شدن هستید. من این موضوع رو کاملاً درک می‌کنم. وقتی که بخواید عادتهای جدیدی یاد بگیرید و عادتهای بد و کنار بذارید، باید بدونید که راه دشواری پیش رو دارید. افراد واکنشهای مختلفی نشون میدن. بعضیا تسلیم میشن و سیستم برنامه‌ریزی خودشونو کنار میذارن. اما بعضیا هم میپذیرن که نباید دنبال کامل بودن برنامه‌ای باشن. اونا میدونن که هیچ چیزی در این دنیا کامل نیست و نقص‌هایی در دل خودش داره و انتظار دارن که گاهی بلغزن. بنابراین تسلیم نمیشن و اگه اشتباهی هم کردن خودشونو میبخشن. شما هم میتونید به این روش رفتار کنید و با هر اشتباه کوچیکی به راحتی خودتونو نبازید. به جای تسلیم شدن به دنبال علت لغزش باشید. ببینید که آیا مشکل از سیستم برنامه‌ریزیتونه یا به خاطر روشن نبودن اهدافتونه که تو برنامه‌ریزی با شکست مواجه میشید. وقتی که دلیل اشتباه و شکست خودتون رو فهمیدید، میتونید تغییراتی برای برطرف کردن ایرادات در نظر بگیرید. وقتی واکنش درستی نشون بدید و به صورت ریشه‌ای مشکلات خودتون رو حل کنید، بهترین سیستم برنامه‌ریزی وظیفه با کمترین ایراد رو خواهید داشت و کیفیت زندگی خودتون رو بهبود خواهید بخشید. فصل 5. آنلاین یا آفلاین؟ کجا باید برنامه‌های خود را ایجاد کنید؟ شاید این موضوع جذاب به نظر نرسه، اما تعداد زیادی از مردم تمایل دارن که از قلم و کاغذ برای ایجاد فهرست‌های خودشون استفاده کنن. باید باور کنید که نوشتن روی کاغذ نقاط مثبت زیادی مثل این موارد به همراه خواهد داشت. 1. با نوشتن میتونیم چیزی که تو ذهن داریم و به خاطر بسپاریم و تمایل زیادی برای انجام کار مورد نظر داشته باشیم. 2. دست شما برای طراحی دفترچه بازتره و میتونید الگوهای مختلفی بکشید و از اونا برای تنظیم فهرست خودتون استفاده کنید. 3. نوشتن دردسرای سر و کله زدن با نرم افزارا رو نداره. کاری ساده و سریعه و میزان خطا در اون به شدت پایینه. 4. دفترچه یادداشت به راحتی قابل حمله. میتونید هر جایی که دوست دارید اونو همراه خودتون داشته باشید. و اگه چیزی به ذهنتون رسید خیلی سریع یادداشت کنید. و 5. بهترین راه برای خط زدن کاری که انجام دادید استفاده از قلمه. واقعا انجام اون لذت بخشه و حس خوبی منتقل میکنه. در حالی که اگه روی صفحه نمایش کامپیوتر خودتون کلیک کنید به اندازه قلم جالب نخواهد بود. اما برای کسایی که به دنبال اجرای آنلاین برنامه‌ریزی‌های خودشون هستن، راه حل‌های زیادی وجود داره. برای این کار بیش از هزاران برنامه در دسترسه که میتونید بدون محدودیت از اونا استفاده کنید و از ویژگی‌های مثبتی مثل این موارد بهره ببرید. 1. برنامه‌های دیجیتالی ساماندهی فهرست وظایف رو بسیار آسون کردن و اینطور به نظر میرسه که استفاده از اونا راحت‌تر از نوشتنه. 2. برنامه‌های مختلف دست شما رو باز میذارن و میتونید به سادگی از فهرستی به فهرست دیگه حرکت کنید. 3. تعداد زیادی از برنامه‌های آنلاین به شما اجازه میدن که تاریخ، ساعت هشدار و ساعت یادآوری تنظیم کنید. 4. میتونید وظایف و پروژه هایی که دارید رو در یک ساختار پیچیده سازماندهی کنید. و 5. ابزارهای مختلف به شما کمک میکنن که فهرست کارهای روزانه خودتون رو با تقویم هماهنگ کنید. این ویژگی میتونه خیلی مهم باشه چون زمانهای آزادی که دارید در تقویم مشخص میشه.
چطور می توانیم تقویم خود را با فهرست کارهایمان هماهنگ کنیم؟ یکی از مهمترین دوگانگی‌های بزرگی که در سیستم مدیریت برنامه وجود داره مربوط به فهرست کارها و تقویمه. همیشه این سوال ایجاد میشه که آیا یکی از اون برنامه‌ها از دیگری برتره؟ فهرست کارها و تقویم‌ها طرفداران و منتقدان زیادی دارن، اما حقیقت اینه که هیچ کدوم نباید مانعی سر راه دیگری باشه. بهترین کار برای اینکه بتونید بهره‌وری خودتون رو بالا ببرید اینه که سراغ ترکیب فهرست کارهای خودتون با تقویمتون برید. میتونید به این ترتیب عمل کنید. 1. در پایان روز تقویم خودتون رو برای روز بعد مرور کنید. بررسی کنید که چقدر سرتون شلوغه و چه مدت در دسترس نیستید. 2. میزان زمانی که میتونید به وظایف درون فهرست خودتون کارایی رو واگذار کنید تخمین بزنید. در این بین برای نهار، شام و استراحت خودتون زمانی رو در نظر داشته باشید. 3. فهرست کارهای روز بعد رو تنظیم کنید و برای مواردی که ضروریان یا درخواست‌هایی که از شما میشه هم زمانی اختصاص بدید. 4. میتونید روز خودتون رو چند بخش 30 دقیقه‌ای در نظر بگیرید. به عنوان مثال یک جلسه 1 ساعته به 2 بخش زمانی مهم نیاز خواهد داشت و یک تماس کنفرانسی 2 ساعته به 4 بخش زمانی نیاز خواهد داشت. باید این دوره‌های زمانی رو توی تقویم خودتون قرار بدید. و 5. باید زمانبندی به گونه‌ای باشه که از زمانهای آزاد خودتون برای کار کردن روی فهرست وظایفتون استفاده کنید. ترکیب تقویم و فهرست امکان موفقیت شما رو افزایش میده و سیستم مدیریت برنامه‌ریزی شما رو امکان پذیرتر میکنه. فهرست کارهای انجام شده چیست و آیا به آن نیاز داریم؟ یکی از رایج‌ترین چالش‌هایی که باعث میشه بازدهی خودمون رو از دست بدیم نداشتن انگیزه است. حتما شما هم با این حس آشنایید که در تمام روز در حال تلاش برای به انجام رسوندن کارهای خودتون هستید، اما در انتهای روز به خودتون میگید وقت خودم رو کجا و چطور گذروندم؟ هر کسی ممکنه این سوال رو از خودش بپرسه و این حس رو تجربه کنه. برای اینکه دیگه این احساس رو نداشته باشید به فهرست کارهای انجام شده نیاز دارید. این فهرست همه کارهایی که در طول روز انجام دادید و ثبت میکنه و به شما روحیه میده تا کارهای انجام شده‌تون رو ببینید و کارهای بیشتری رو انجام بدید. فهرست کارهای انجام شده به شما انگیزه میده تا مسیری که انتخاب کردید رو ادامه بدید. البته بازم بستگی به خودتون داره. شاید کسی به انگیزه بیشتری برای انجام کارا نیاز نداشته باشه. برای بعضیا فهرست کارهای انجام شده میزان بهره‌وریشون رو کاهش میده. چرا؟ چون اونا احساس میکنن یه فهرست جدید به کاراشون اضافه شده که باید اونو هم مدیریت کنن و این کار براشون خسته کننده است. اگه در مورد این فهرست شک دارید میتونید اونو امتحان کنید. شاید به شما کمک کرد و شاید هم به مانعی سر راهتون تبدیل شد. در صورت مشاهده تأثیر مثبت اونو مورد استفاده قرار بدید و در غیر این صورت بیخیالش شید. اما چطور یه فهرست کارای انجام شده ایجاد کنیم؟ این قدم ها رو بردارید. 1. باید در ابتدا هر وظیفه‌ای که در طول روز با موفقیت به انجام میرسونید و بنویسید. اندازه و اولویت کار اهمیتی نداره، فقط اونا رو بنویسید. 2. در پایان روز باید فهرست انجام شده خودتون رو به خوبی مرور کنید و به دستاوردهای خودتون توجه ویژه‌ای داشته باشید. بعد باید از خودتون به خاطر این تلاش قدردانی کنید. 3. صبح روز بعد قبل از اینکه سراغ فهرست کارهای جدید برید، به فهرست کارهای انجام شده دیروز نگاهی بندازید. این کار به شما انگیزه میده که امروز هم به خوبی دیروز کارهای خودتون رو انجام بدید. البته من خودم از فهرست کارهای انجام شده استفاده نمی کنم. دلیلش هم اینه که فهرست کارهای انجام شده نتونست روی من تأثیر خوبی داشته باشه.
اما افراد زیادی این کار رو انجام داده و نتیجه گرفتن. قبل از اینکه به پیشنهادات جدید نه بگید، یه بار اونا رو امتحان کنید. سخن آخر در مورد ایجاد برنامه‌های مؤثر. من در طول این میکروکتاب چندین بار اشاره کردم که سیستم کاری شما باید مکمل کاریتون باشه و کمک کنه تا کارهاتون رو به خوبی انجام بدید. تکرار بعضی از حرفها به این دلیله که یادتون نره شما نباید تحت کنترل برنامه باشید، بلکه باید خودتون اونو کنترل کنید. با توجه به اینکه در این کتاب سیستم‌های مختلف رو بررسی کردیم، در نهایت خود شما باید سیستمی برای خودتون طراحی کنید که مناسب حال و روز زندگیتون باشه. سیستم مورد نظر باید کمک کنه تا روی انجام کارهای مهم متمرکز شید. یادتون باشه که پربازده بودن به این معنی نیست که باید سرتون همیشه شلوغ باشه، بلکه به این معنیه که باید کارهای درست رو بر پایه اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خودتون تنظیم کنید و اونا رو انجام بدید. وقتی سیستم مورد نظر خودتون رو ایجاد کردید، باید در استفاده از اون ثبات داشته باشید. سیستم تنها برای 1 یا 2 روز نیست. باید همیشه از اون استفاده کنید و اگه احساس کردید که به خوبی جواب نمیده، اونو به روز رسانی کنید. حالا شما میدونید که باید چه کار کنید. همین حالا دست به کار شید و با توجه به بینشی که در جریان گوش کردن این میکروکتاب به دست آوردید، برنامه‌ای ویژه برای خودتون ایجاد کنید تا به انجام رسوندن کارهای مهم تو زندگیتون رو تضمین کنه. شما با شنیدن چک لیست یاد چه چیزی میافتید؟ احتمالاً وسایل سفر یا پیکنیک. اما میخوام به شما بگم که چک لیست ها در صنعت پزشکی و هواپیمایی هر روز جان هزاران نفر رو نجات میدن. چک لیست همون لیست ساده‌ایه که شما میشناسید، اما به عنوان یه دستیار حرفه‌ای برای شما و ذهنتون کار میکنه. توی این میکروکتاب خواهید شنید که این لیست های ساده چطور میتونن ما و زندگیمون رو متحول کنن و با مثال هایی که در دنیای واقعی اتفاق افتاده اهمیت چک لیست ها رو درک میکنیم. اصلاً چک لیست ها به چه دردی میخورن؟